خبرهای مهم را از رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. مقامات ناحیه نورآباد علیه آموزگاری که از لطوکوب شدنش شکایت داشت پرونده مأموری باز کردند. مهمجان رحمانوف پیشتر بر رادیوی آزادی شکایت کرده بود که 8 می برادر یک خواننده او را زده است. دو منبع آگاه از قضیه دویم ایان بر رادیوی آزادی گفتند نسبت آموزگار مهمجان رحمانوف بر اساس قسم 3 ماده 90 کدکس حقوق بیانکنی مأموری پرونده مأموری باز شده است. این بند قانون اجرا نکردن عهدهداری عاید به تعلیم و تربیت کودک از سوی کارمند مؤسسه تعلیمی یا استفاده بردن زورآوری را پیش بینی می‌کند. مقامات رسما شرح ندادند که چرا نسبت آموزگاری که از لطوکوب شدنش شکایت داشت باز پرونده باز شده است. منابع آگاه بر رادیوی آزادی گفتند آموزگار با آن متهم می شود که نسبت خواننده که برادرش آموزگار را زد گویا الفاظ قبیح استفاده برده باشد، ولی تا حال معلوم نیست که نسبت صاحبکار میرالی آرزویف که به لطوکوب شدن آموزگار گمانبر است چه چاره اندیشیده شده است. رادیوی آزادی برای پاسخ گرفتن به این سوال به حکومت ناحیه و شعبه معارف ناحیه نورآباد مراجعت کرد، اما در هر دو نهاد گفتند سنجش ادامه دارد. قرار بود دادگاه ناحیه نورآباد 1 ایان پرونده مأموری نسبت آموزگار را بررسی کند، اما با سبب در سفری کاری بودن معاون رئیس ناحیه و مدیر شعبه معارف مرافعه به روزهای بعدی گذاشته شد. روز 1 ایان در جریان یک چاره‌بینی بخشیده به روزه کودکان در شهر خوجند مرکز ولایت سوق یک بلان و یا پفک بادی از نظارت خارج شده است. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی این پفک به یک شهروند ازبکستان تعلق داشت. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که در پی برخاستن شمال سخت این پفک از نظارت خارج شده است و به بالای منزل یکی از ساکنان شهر خوجند افتیده است. بعد این حادثه 2 نفر از جمله صاحب این پفک که شهروند ازبکستان بود به بیمارستان مراجعت کردند. مقامات تا حال این حادثه را رسما شرح ندادند. نوار این حادثه به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و واکنش‌های زیادی را در پی داشت. بینندگان عزیز، همکاری ما در شهر خوجند این قضیه را پیگیری دارد و در برنامه اخبار امروز برای شما تفصیلات بیشتر تقدیم خواهد شد. تجارت میان تاجیکستان و ازبکستان در 4 ماه اول امسال به طور نظررس زیاد شده است. به اطلاع کمیته ملی آمار ازبکستان دوشنبه و تاشکند در ماه‌های ینور اپریل امسال در حجم 284.3 میلیون دلار داد و گرفت داشتند که در قیاس به همین دوره سال گذشته 50.7% بیشتر است. به اطلاع رسمی از تاجیکستان و ازبکستان بیشتر معدن، نیروی برق، انگشت، آلومینی، نخی پخته و محصولات کشاورزی صادر شده است. از ازبکستان و تاجیکستان باشد گاز طبیعی، محصولات نفتی، مسائل ساختمان، نیروی برق، تکنیک معیشتی و محصولات فلزاتی آوردند. دادگرفتی سالانه دوشنبه به تاشکند حدود 1 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. ماه مارس در جریان سفر پرزیدنت امامعلی رحمان به شهر تاشکند، مقامات تاجیکستان و ازبکستان گفته بودند که می‌خواهند که در 4 سال آینده یعنی تا سال 2030 دادگرفت را به 2 میلیارد دلار رسانند.